در اصل عزیزان، پول نیست که آینده را برای ما و شما می آورد، بلکه این مهارت ما و شماست که آینده همان را معین می کند. این گفته اهمیت دانش و ملکه ها را از ثروت مالی بالا می گذارد. بسیاری آدمان فکر می کنند که تنها با پولدار شدن آینده خود را تأمین می کنند. البته پول مهم است، ولی تا زمانی که شما هنر و ملکه نداشته باشید، پول می تواند از دست رود یا درست استفاده نشود. مهارت و دانشی که انسان صاحب می شود پیشه اوست و همین پیشه آینده استوار را تأمین می کند. مثلا یک جوان شاید سرمایه زیاد نداشته باشد، اما اگر صاحب ملکه های ضروری مثلا دانش تکنولوژی، زباندانی، اداره کنی، کارها و غیره باشد، او می تواند با استفاده از همین ملکه ها درآمد به دست آورد و آیندهش را بسازد. سرمایه را می توان گم کرد، ولی مهارت حقیقی را از شما کسی گرفته نمی تواند. پس توجه را بیشتر به تکمیل خود، آموزش و رشد ملکه ها روانه سازید، چون این سرمایه گذاری به خود آینده شما را درخشان می کند و نسبت به مبلغ پولی با اعتماد تر است. با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بشنوید.